ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتاری 118. کتابی که 70 سال زندانی بود. سوم ایون سال 1917 استاد صدرالدین عینی چنان که گفته شد پس از طبابت به شهر سمرقند هجرت کرد و تا اکتبر سال 1920 در گذر صوفی رازق آن شهر در خانه های دوستان شفیق و باوفایش مردانقل شاه قربانزاده سردبیر روزنامه حریت، عبدالله جان عبدالخالق زاده، ملا اسمت الله رحمت الله زاده معلم و معلم عبدالقادر شکوری زندگی کرد و تاریخ تألیف کتاب تاریخ انقلاب فکری در بخارا یا تاریخ اصول صوتیه و انقلاب فکری در بخارا به زبان فارسی تاجیکی با همین محله صوفی رازق و شرایطی که دوستان فداکارش برایش مهیا کرده بودند وابستگی شدیدی دارد و در آنجا تألیف شده است. بسیاری پنداشتند که کتابی نام برده فقط به زبان ازبکی یا ترکی معمول آن زمان نگاشته شده است، اما این پندار صحیح نیست. پس نسخه اصیل این اثر که آن را می توان تحریری اول گفت چه اثری است و چگونه تألیف شده است. نسخه اصلی فارسی عبارت است از 12 دفتر مشق 14 تا 16 برگی مکتبخانه در 357 صفحه با خط مؤلف صدرالدین عینی ابن سید مراد خواجه. عنوان اثر تاریخ اصول صوتیه و انقلاب فکری در بخارا، تاریخ انقلاب فکری در بخارا. آغاز کتاب صحیفه‌ای معلوم است که تا سنه 1883 میلادی مکتب اصول صوتیه و اصول جدیده در بین مسلمانان مملکت روسیه نبود. انجام کتاب صحیفه 357 از بس که ترقی پروران در این چند ماه حکومت بخارا را خوب شناخته بودند و هم تا کجا بودن لطف امیر را میدانستند تسلیم نشدند، زیرا تسلیم شدن همان بود و تلف شدن همان. چون حال بدین منوال رسید در میان جوان بخاریان برای حفظ حیات خود دو فکر افتاد. فرقه می گفتند به وطن و خانمان ودا کرده به داخل ترکستان هجرت می کنیم، دغدغه اصلاحات بخارا را تا وقتی مرهون مناسب وامی گذاریم. فرقه دیگر می گفتند که هرچی بادا باد به کاغان می ایستیم. آخر این منافرتی که میان بلشویکان روس و حکومت بخارا هست به شمشیر خواهد شد. تاره ما نیز در آن غوغا حل می شود. در اینجا به این تحریر ختام داده شد. بینیم تا بعد از این چی می شود. اگر عمر امان دهد واقعات آینده نیز به قسم دوم تحریر کرده می شود. 5 جمادی الاول 1336 هجری یکشنبه مطابق 17 4 فوریه 1918 میلادی. صدرالدین عینی ابن سید مراد خواجه، سمرقند، گذری صوفی رازق.
ادیب و سخنران نامدار ما رحیم هاشم در پیشگفتاری خویش برای ترجمه کتاب بخارا انقلابی اوچون متریالر، یعنی تاریخ انقلابی بخارا، دوشنبه ادیب 1987 صحیفه 234 نوشته است. یکی از اثرهای خیلی مهم تاریخی و تمام معنای حجتی استاد عینی، بخارا انقلابی تاریخی نام دارد که در عرفه انقلابی بخارا به زبان ازبکی نوشته شده است. باید گفته شود که این اثر تاریخی صدرالدین عینی پس از انقلاب بخارا به زبان ازبکی تحریر شده است. انقلاب بخارا 2 سپتامبر 1920 به عمل آورده شده و 6 اکتبر 1920 جمهوری مستقل خلقی بخارا اعلام شد. بعد خواهیم دید که این اثر به زبان ازبکی در 23 فوریه 1921 تصنیف شده است. پس از انقلاب بخارا عینی فرصت مناسبی پیدا کرد که چند بار به منظور شناسایی شخصی با وضع شهر شریف و با نیت معین کردن امکانات موجود برای فعالیت علمی و ادبی و برای دیدار با دوستان و با شریف جان مخدوم صدر ضیا به بخارا برود، زیرا به استاد صدرالدین عینی پیام رسیده بود که احوال و روزگاری صدر ضیا چندان خوب نیست. خلاصه استاد عینی در بخارا برنامه علمی و ادبی خویش را به مسئولان جمهوری پیشنهاد کرد. پیشنهاد اصلی صدرالدین عینی تأسیس انجمن تاریخ و ادب بود که از جانب اهل فرهنگ و ادیبان دانشمند و مقامات دولتی بخارا پذیرفته شد. ناگفته نماند که استاد عینی درباره مسئله آینده بخارا و زبان دولتی آن با فیض الله خواجیف رئیس آن جمهوری اختلافی شدیدی داشت و حتی می گویند که با او سخن نمی گفت، ولی به خاطر محمد شریف صدر ضیا، شریف جان مخدوم صدر ضیا، با همراهی دوستانش به دیدار فیض الله خواجیف شتافت. فیض الله پیشنهاد عینی را فوری و با خوشنودی پذیرفت و صدر ضیا را رئیس اوقاف بخارا تعیین کرد و به عینی گفت: حضرت استاد، برای آبروی بخارا ما شایق افندی ادیب دوستی شما را سفیر جمهوری بخارا در افغانستان تعیین کردیم. استاد فطرت را به ترکیه و می‌خواستیم که شما را به سفارت ایران اگر رضایت بفرمایید بگذاریم. استاد عینی فوراً درک کرد که همه این 3 نفر نام برده آنهایی هستند که در انتخاب رئیس جمهوری بخارا باید شرکت بکنند و به شهادت ایزامی خوشنویس بخارایی بعداً ایشان منشی فطرت و عینی شد. در پاسخ فیض الله گفت: ایشان جان، لقب جوانی فیض الله، من قطعاً اعلام می کنم نه سفیر شدن می خواهم نه کبیر، یعنی رئیس جمهوری بخارا، اما می خواستم شرایطی مهیا شود تا ما انجمن تاریخ و ادب را بنیاد کنیم که آن را در خارج فرهنگستان می نامند. فیض الله خواجیف اظهار رضایت کرد و بنای محتشم کهن بنیاد اداره کنونی عقد و ازدواج به زبان روسی زکس در شهر بخارا را برای این مرکز در نظر گرفت. تفصیلات این واقعه به نقل و ایزامی خوشنویس چنین است: در این مرکز استاد عینی به ریاست برگزیده شدند و صدر ضیا فیض الله خواجیف، عبدالرؤوف فطرت، شایق افندی، احمد جان مخدوم حمدی، عبدالقادر محی‌الدینف، میرزا عبدالواحد منظم و یولداش پولاد ناظر معارف بخارا اعضای اصلی و عباس علی به عنوان دبیر انجمن و ایزامی خوشنویس به عنوان منشی انجمن تاریخ و ادب تعیین شدند. در برنامه این مرکز تألیف چند کتاب پیش بینی شده بود: برگردان تاریخ انقلاب فکری در بخارا به زبان ترکی ازبکی
تحریر دوباره چند کتاب استاد صدر ضیا که در زمان انقلاب بخارا سوخته بودند، نوشتن چندین کتاب تحقیقاتی در موضوع ادبیات و صنعت موسیقی به قلم عبدالرؤوف فطرت و غیره. با همه این امکانات استاد عینی مجبور شد که به سمرقند برگردد، زیرا در این میان زبان ترکی به عنوان زبان دولتی رایج شد. ولی استاد عینی می‌خواست که کتاب تاریخ انقلاب فکری در بخارا را به زبان اصلی فارسی تاجیکی به چاپ رساند. به این منظور دستنویس خود را به وسیله شخص معتمد از سمرقند به بخارا ارسال کرد که هرچه زودتر چاپ شود. اما این کتاب نهایت مهم نقد نقطه به نقطه واقعات معارف بخارا و بیان تحول افکار جامعه آن انتشار نیافت. دوست دیرین عینی یلداش پولاد، ناظر معارف جمهوری بخارا، با دلایل قوی و بر اساس قوانین اخیر جمهوری مؤلف آن کتاب وزین یعنی صدرالدین عینی را قبولاند که از این پس در بخارا کتاب فارسی چاپ نخواهد شد و چون موضوع کتاب انقلاب فکری در بخارا برای تاریخ کشور نهایت مهم است، آن را به ترکی ازبکی برگرداند، چون این بار را تاریخ بر ذمه عینی گذاشته است. از بس که صدرالدین عینی انتشار این کتاب تاریخی را ضروری می‌دانست، پیشنهاد یلداش پولاد را پذیرفته و این اثر را به گونه دیگر به زبان ترکی ازبکی آن زمان برگرداند. دستنویس ازبکی این اثر با عنوان تاریخ انقلاب بخارا چنین است: بخارا انقلابین تاریخی. صفحه اول در سرلوحه اسم مؤلف صدرالدین عینی با خط مؤلف نگاشته شده است و عنوان کتاب با خط دیگر. برینچی قسم بخش یکم با خط مؤلف از صفحه 1 تا 284 با خط خانای ریخته جدیدی گویا به قلم شاگرد عینی رحیم هاشم و از صفحه 284 تا 311 با خط جدیدی ترکی ازبکی عبدالمومن ستاری. استاد عینی که قبلا اشعار امیر علیشیر نوایی را در ردیف آثار بزرگان ادب فارسی تاجیکی مطالعه کرده بود، در انجام کتاب خود نقل می کند که پس از سن 28 سالگی از طریق جراید، کتب و مجلات ترکی، عثمانی، تاتاری و ازبکی با ادبیات این قبایل آشنا شده است و این کتاب را به ترکی ازبکی تحریر کرده و این اثر نخستین اثری او به زبان ترکی بوده است. عینی پایان این اثر را در رجب 1339 هجری برابر 23 مارس 1921 در شهر سمرقند اعلان می کند. باید یادآور شد که چون استاد عینی می بایست نسخه دستنویس خیش را به چاپخانه بفرستد، باری نخست چون آن زمان هیچ گونه دستگاه تایپ وجود نداشت، با کمک شاگردانش از نسخه ترکی خیش بخارا انقلابی تاریخی نسخه برداری آن را از آغاز تا انجام تصحیح و اصلاح کرد. این میرساند که نسخه اخیری بخارا انقلابین تاریخی به قلم شاگردانش نسخه معتبری ترکی و ازبکی مؤلف است، زیرا نسخه گمشده این اثر در آن زمان امروز در پژوهشگاه ابوریحان بیرونی تاشکند نگهداری می شود. این اثر نیز با آسانی چاپ نمی شد، زیرا کسانی که از مقامات دولت جمهوری بخارا بودند خود را قهرمان انقلاب بخارا می دانستند و می خواستند که در صفحه های تاریخ نقش داشته باشند. از دوستانی با وفای استاد عینی، قاری یلداش پولاد با هدف یافتن راه انتشار کتاب این اثر را برای تقریض به شرقشناس معروف الکساندر سامویلویچ داد.
ایشان در علم ترکشناسی جهان یکی از شخصیت‌های انگشت شمار به حساب می آمد. ساموئیلویچ 1880 1938 دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه سنت پترزبورگ را به پایان رسانید و در سالهای 1913 در ترکیه، آلمان، فرانسه، استریا و مجارستان تکمیل دانش کرده آثار فراوان خود را در آن کشورها انتشار داده به بالاترین مقام خاورشناسی نائل شده بود. بعد سال 1937 به جرم سیاسی زندانی شد و به مانند جاسوس کشورهای بیگانه اعدام گردید. زنده یاد استاد ساموئیلویچ با کمال خوشنودی کتاب عینی را مطالعه کرد، هم تقریض نوشت و هم آن اثر را به طور خلاصه به زبان روسی ترجمه کرد. از آن زمان کتاب عینی عنوان بخارا انقلابی تاریخی اوچون ماتریالر را گرفت. ساموئیلویچ در این پیشنهاد خیش نظری مقامات سیاسی جمهوری را پذیرفت. کتاب عینی بعدها به زبان ترکی ازبکی منتشر شد، ولی با تحریف متن، کوتاه کردن بابها، عبارت و غیره مانند ترجمه روسی این اثری پرارزش. ساموئیلویچ علاوه بر اینکه این اثر را به طور خلاصه به روسی ترجمه کرده بود، مقاله علمی در این موضوع نوشت و فوراً در مجله وستاک خاور کتاب 1992 چاپ کرد. او در این مقاله به اثر عینی مراجعت کرده ارزش‌های علمی و مطالب منحصر آن را که فقط عینی شاهد وقوع آنها بوده و به طور دقیق آنها را ثبت کرده است به گونه ویژه تأکید می‌کند. به این وسیله جهان خاورشناسی روسیه و کشورهای اروپایی از موضوعات کتاب عینی آگاه شدند، ولی این ترجمه به دست خواننده نرسید، زیرا چنان که گفته شد ساموئیلویچ در سال 1938 به قتل رسید. این اثر که برای چاپ فوری به نشریات جمهوری بخارا فرستاده شده بود، سرنوشتی مبهمی پیدا کرد و مثل کتاب جلادان بخارا 1920 منتشر نشد. از سال 1923 به بعد دیگر آثار عینی به طور منظم به چاپ می رسید. در سال 1921 در شماره 91 مجله شعله انقلاب مقاله عینی به نام فتنه‌جویان باز خون ریختن می خواهند چاپ شد. از شماره 15 در ظرف 2.5 سال 47 مقاله ایشان چاپ شد. پس از این آثار استاد عینی چی به فارسی تاجیکی و چی به ترکی ازبکی هم در داخل و هم در خارج از کشور، قزباله یا خالیده، برلین، نشر کاویان 1924 به چاپ می رسد. بالاخره در سال 1923 در مجله اوچقون شراره شماره 2 بخش‌های از کتاب بخارا انقلابی تاریخی اوچون ماتریالر چاپ شد و این اثر به شکل کتابی جدا ولی به طرز تحریف شده دم بریده در سال 1926 در چاپخانه نشریات دولتی خلق‌های شوروی در مسکو چاپ شد. باید گفت از کتب تاریخ شناسی عینی اثری مهمی ایشان تاریخ امیران منقیتیه بخارا در سال 1923 در تاشکند به چاپ رسید که آن نیز تحریف شده است. و اما از اثری والای این مؤلف تاریخ انقلاب فکری در بخارا و زبان اصلی فارسی تاجیکی تاریخ صوتیه و انقلاب فکری در بخارا یگانه نسخه به خط خودش که از سمرقند و بخارا برای چاپ فرستاده شده بود جوابی روشنی به مؤلف داده نشد. یعنی آنکه با تغییر شرایط و اعلام زبان ترکی به عنوان زبان دولتی به جای زبان فارسی تاجیکی آن سامان در ظرف 1000 سال دیگر اثری به زبان فارسی تاجیکی چاپ نخواهد شد.
سرانجام در پاسخ تقاضا و طلب استاد عینی که خواستاری این بود که نسخه یگانه کامل قلمی فارسی این اثر به مؤلف برگردانیده شود، جواب داده شد که این کتاب گم شده است. استاد عینی از سال 1920 بنیاد جمهوری بخارا تا پایان عمر سال 1954 آرزوی پیدا کردن این نسخه منحصر بود یا می‌خواست اگر امکان پیدا شود لااقل آن را از روی مسوده های خود دوباره تحریر کند. این برای مؤلف یگانه راه نجات اثری گمشده خود بود. ولی کاملا روشن است که نسخه منحصر اصلی با ذکر اسامی شخصیت‌های والا که همگی با صفات مثبت و منفی خود فعالیت می‌کردند، در آن زمانی مبارزات فکری و تحولات هر روزه در امور معارف و تربیت و اخلاق جامعه اهمیت فوق‌العاده علمی، فرهنگی، سیاسی مهمی داشت و امکان نداشت که از بین رفته باشد. هرچند استاد عینی به جهت حل نشدن این معما، گم شدن نسخه اصلی اثری خود ناراحتی زیادی داشت و آن را یکی دیگر از حقه‌بازی های منکران می دانست و به آنها لعنت می گفت، باز هم امید داشت که آن نسخه اصلی اثرش به دلیل محتوای علمی آن گم نشده باشد و به کمینکی همه کارهای ناتمامش را برای آینده به من حواله می کرد گفت: سالها سپری می شوند و وضع مملکت حتما تغییر می کند. گمان دارم که در یکی از بایگانی های دولتی یا شخصی آن نسخه نادر پیدا خواهد شد، زیرا در آن سرنوشت بخارای شریفی چندین هزار ساله و مردمی با فرهنگ و زبان دولتی فارسی تاجیکی با عمری بیش از 1000 سالش بیان شده است. و باز ادامه داد: در بخارا 2 خانواده بودند از پیروان برنامه جدید و از تجددخواهان دولتی در کشور که از جانب متعصبان به قتل رسیدند. اینها دوستانی من بودند و فرزندان نوجوان آنها با کوشش من در هیئت محصلان بخاری به آلمان رفتند و پس از تحصیل به بخارا برگشته با دولت همکاری داشتند و آن 3 پسر به جهت دانستن زبان مادری فارسی تاجیکی، ترکی و زبان روسی و آلمانی در بایگانی های ویژه بخارا، تاشکند، مسکو ادای وظیفه می کنند. پدرم فرمود: در یاد داشته باش که زمانی مناسب که فرا رسید از طریق اینها می توانی نسخه نادری مرا پیگیری کنی. اگر تا به حال این نسخه پیدا می شد، آن را به عنوان کتاب 5 یادداشت‌هایم که در 4 جلد بارها چاپ شده است اعلان می کردم و اگر تو آن را به دست آوردی این وصیتی مرا در یاد داشته باش: تاریخ انقلاب فکری در بخارا کتابی 5 یادداشت‌ها خواهد بود. سالها سپری شد و زمان فروپاشی دولت ابرقدرت شوروی فرا رسید. مسئولان کشور روسیه طبق تقاضای زمان شیوه کارگزاری ادارات را تغییر دادند. از جمله دروازه‌های آهنی بایگانی‌های دولت نیز نسبتاً نیمباز و نیمیله شد. نخستین کاری که کمینه پیگیری کرد جستن نسخه اصلی فارسی انقلاب فکری بخارا با خط مؤلف بود. عاقبت پرسش‌ها و مراجعت اشخاص سالمند بخارا مرا با 2 نفر از مسئولان بایگانی‌های ویژه بخارا و مسکو مواجه کرد که هر دو تربیت یافتگان استاد عینی بودند. معمای پیچیده سرنوشت اثر نامبرده عینی با کمک قانونی یکی از آنها حل و گشوده شد. سخنی نیک
و پیگیری های پی در پی ما را به هدف مقدس و نیک خود راهنمایی کرد. سرانجام با عنایت خداوند آرزوی 35 ساله استاد عینی پس از 70 سال زندانی شدن نسخه اصلی فارسی تاریخ انقلاب فکری در بخارا به خط مؤلف به شرافت زمان آزادی و رهایی جمهوری تاجیکستان از بند رهایی یافته جامعه آزادی پوشید. اینک ما این نسخه را در اختیار داریم و آن را بارها مطالعه کرده به هدف اساسی خیش رسیده ایم و آن کتاب نادر نسخه منحصر با خط مؤلف را کتاب زندانی نامگذاری کردیم. از شخصیت‌ها و مراکز فرهنگی علمی که کمک عملی خیش را از ما دریغ نداشته و به ما منت‌ها گذاشتند سپاسگزاری می‌کنیم. از کلیات اثرهای 15 جلده تاجیکی استاد صدرالدین عینی جلد 13 سال 1977 چاپ شده بود و با همین به سببهای مختلف این چاپ قطع گردید. در سالهای آخر به شرافت سیاست عاقلانه راهبریت جمهوری در تاجیکستان برای رواج و رونق علم و فرهنگ شرایط مساعدی به وجود آورده شده است. بنابراین برای طبع و نشر جلدهای بعدینه کلیات مذکور نیز امکانیت فراهم آمده است. اینک جلد 14 کلیات تاریخ انقلاب فکری در بخارا با همکاری محرر کتاب محمد جان عمرف به طبع رسید. جلد 15 کلیات چون دوام جلد 14 انشاءالله به نزدیکی ها نیز چاپ خواهد شد. کمال عینی. شما گفتار 118 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.